زنگی که هیچ کس جواب نداد جز خودم. امشب میخوام چیزی رو تعریف کنم که واقعا نمیدونم اتفاق افتاده یا نه، اما ضبطش میکنم. این فقط یه داستان نیست، این یه هشداریه برای کسی که فکر میکنن تنهایی زندگی کردن آسونه. 4 ماه پیش تازه اسباب کشی کرده بودم به یک آپارتمان کوچیک طبقه 4. شب اول ساعت 2:37 گوشیم زنگ خورد. شماره ناشناس. گفتم شاید اشتباه زنگ زده و جواب ندادم. پیام اومد چرا جواب نمیدی؟ من جلو درم. مشکل این بود که آیفون واحد من خراب بود. رفتم جلو در. چیزی نبود، هیچ چیز. و درست وقتی داشتم برمیگشتم داخل صدای پشت در اومد که مطمئنی تنهایی. قفل در زدم 3 بار و اون شب خوابم نبرد. شب بعدش دقیقاً همون ساعت گوشیم زنگ خورد، اما این بار تصویری بود. تصویر تار بود، دقیقاً مثل یه اتاق تاریک و یه نفر داشت به سختی نفس میکشید. پیام روی تصویر نوشته بود من نمیخوام اذیتت کنم، فقط میخوام ببینمت. تو چندین وقت تنها نیستی. گفتم کی هستی؟ و تماس قطع شد. صبحش رفتم پیش مدیر ساختمون و بهش گفتم کسی به واحد من دسترسی داره؟ گفت شما اولین مستاجر این واحد نیستی، اما مستاجر قبلی بعد 1 ماه ناپدید شد. پرسیدم اسمش چی بود؟ گفت نمیدونم، اما یه چیزی جا گذاشته بود. بعد رفت سمت اتاق مدیریت و از داخل کشو یه گوشی قدیمی در ورد و به من داد. این گوشی رو توی کمد واحد شما پیدا کردیم. وقتی روشنش کردم لیست تماسا پر بود از زنگ های ساعت 2:37 شب. شب سوم منتظر بودم ساعت 2:37 بشه. تماس انجام شد، اما این بار از گوشی خودم نبود. تماس از گوشی قدیمی مستاجر قبلی بود. همون گوشی قدیمی. برداشتم گفتم چی میخوای؟ یه صدای زمخ جوابمو داد من سال‌هاست دارم با تو تماس میگیرم. مشکل اینه که تو هر بار با یه اسم جدید اینجا اسباب کشی میکنی. گفتم چی؟ گفت بسته دیگه پنهان شدم. این خونه مال تو نیست، تو مال این خونه ای. بلافاصله خونه زدم بیرون. ترسیده بودم. بعدش رفتم و تو واحد چیزی بردارم. داخل واحد شدم. پرده ها رو زدم کنار که نور بیاد، اما هیچ نوری از پنجره ها نمی اومد، چون پشت پنجره ها شیشه نبود. دیوارهای بتونی خونه رو تصویر کرده بودن. فقط دیوار بود، دیوارهای خاکستری. زیر یکی از دیوارها با خط لرزون و زشت نوشته شده بود واحد 4 هیچ پنجره‌ای نداره. وقتی دوباره برگشتم به گوشی اون مستاجر قدیمی، دیدم آخرین عکسای تو گالریش عکس خودمه که تنها پشت در همین خونه وایسادم. دقیقاً همون لباس، همون جا، خودم بودم. و روی عکس نوشته بود بالاخره پیدا شدی. اگه اینو میشنوی فقط مطمئن شو که خونت پنجره داره. اگه نداشت بدون که تو مستاجر جدید نیستی، تو همون آدم قبلی.